کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 27 ایول سال 2022 خبر داد که در طی یک روز گذشته 26 ایول در تاجیکستان باز 5 نفر غرق شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت این 5 حادثه ناخوش در ناحیه‌های شهر نو، رشت، دنغرق، بادیان و پنجکین رخ داده. سال تولد قربانیان 2004، 2006 و 2011 بوده است. ساکنان محلی و نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده جسدهای 4 غرق شده را پیدا کرده از آب برآوردند و به نزدیکانشان سپردند. جستجوی جسد ساکن 16 ساله دهه گلفشان جماعت صفابخش نویه دنغره هنوز ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان آبازی در مکان‌های برای آبازی نامناسب و ممنوع را سبب اصلی این 5 حادثه ناخوش فاجعه بار نامیده با اظهار تأسف نوشته است که با وجود هشدارهای بتکرار درباره ضرورت رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام آبازی و بینظارت گذاشتن کودکان، ساکنان همچنان به این هشدارها اهمیت نمی‌دهند. پدر و مادران به دعوت‌های ما در مورد بینظارت نگذاشتن فرزندان بی‌پروايی ظاهر می‌کنند. در نتیجه این عمل آنها به چنین عاقبت‌های فاجعه بار آورده می‌رساند، تاکید کرده است کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. ژنرال پولkovnik رستم نظرزاده رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 26 ایول در نشست خبریش گفت در نیمه اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان 84 نفر جان باختند. در پی خبر هلاکت 5 نفر اخیر، کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بار دیگر به شهروندان به خصوص به پدر و مادران مراجعت کرده با اصرار خواسته است که کودکان خود را بی‌نظارت نگذارند و به آنها قاعده‌های رفتار در ساحل کل دریاها را بار دیگر بفهمانند. یک لحظه کوتاه بی‌پروایی کافی است که به فاجعه تلخ بیاورد. کودکان خود را احتیاط کنید، خطاب کرده است کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به ساکنان.